امروز شنبه 3 خرداد ماه 1404 میخوایم بریم ماسال برای شنبه بازار و جاده ایلاقیش. گفتم ولاگو از شهر سومسرا شروع کنم، یه دونه ولاگم از جاده سومسرا به ماسال بگیرم. قبلا گرفتم منتها توضیحات اینا نبود. البته من جاده رو زیاد خودم هم خوب بلد نیستم. خب هم یه مرور خاطراتی میکنیم، چیزایی ما تعریف میکنیم، یه قرای ما میزنیم. اینجا اولین راهنما نزدن پلاک رشتم که هست، بله در تصویر مشاهده کردیم. خیابونش من یادم رفت ولی میخوره به مرکز شهر سومسرا. الان هم ساعت 8 و 8 دقیقه است. گفتم زود راه بیفتم چون قرار 2-3 تا بلاک جدا بگیرم. ببخشید من آدم میجوام، صبح صابونه نخوردم، یه خورده سختم بود. صبحونه درست نکردیم کسی بیدار نشد. این میدون اصلی سومسرا است، به قول سومسرا یا سوماسر. این 2 هفته پیش هفته پیش بود ولاگ رانندگی از رشت به سومسرا رو براتون گذاشتم. نگاه کنید، یک شنبه بازار سومسرا واقعا قشنگه، جز بازارهای قشنگ گیلانه. همین الان صبح بیدار شدم یک کامنت گذاشته بودن شما همش از بازارهای گیلان میذارین، بازارها همه تکراری هن، بعد محتوای شما همه تکراری هن. خداییش میگم بازارهای گیلان شبیه هم هن. من تمام بازارهای گیلان رو رفتم و خیلی هاشون رو 2 بار رفتم. شهرداری شد یعنی بلاوی 1 بار رفتم، یعنی هر بار میرم برای من باز قشنگه، باز برای من جذابه. هر بازاری برای من قشنگی خودشو داره. محصولات همون محل صحبت میکنن، لهجه همونجا رو داره. هیچ کدوم هم بس خود من تکراری نمیشه، واقعا قشنگه. بعد حالا ما بگیم باز بازار تکراری، ولی انصافا 4 تا ولاگ قبلی همش رانندگی بود. اصلا رانندگی تو جاده روستایی بود، رانندگی تو شهر بود، گردش تو اشکبرات بود، اصلا بازار نبود. آخرین بازارش قبلش بازار ماهی فروشانه شهرسوار بود که بگم 6 تا ولاگ قبل. حداقل نگاه بکنید. یه سلام هم به سومسرای کانال بکنیم و عزیزانی که به ما محبت دارن. یه خانم آقایی هستن اگه اشتباه نکنم مشهدی باید باشن، تو کانادا زندگی میکنن. ممنون ازتون، کامنت میذارین، حمایت میکنین. این جاده فومنه، از سرابان میاد، از رودبار، سرابان، سنگر اگه درست‌تر فکر بگیم. این دست چپ کمربندیه سومسرا است که وصل میشه به اینجا. این جاده از سیاکل شروع میشه، سنگر رو رد میکنه، سراوان، فومن، میره به طرف آستارا. یه تیکه رو با احتیاط بیشتر برین چون دور برگردون داره، یه خورده دو جاده قاطی میشه. ماسال یکی از جاهای معروف واقعا. من خدمت که جنوب بودم هرکی میگه در شمال میگه ماسال خیلی گیلان رو به ماسال میشناسن. درست نیست، همه جای گیلان و شمال قشنگه، از ما مازندرانش و گیلانش. خب
هیچ برنده مثلا اون سوی چاله و پولوسا بلانکا این خود تلفظ به من سخته مثلا اونجا برنده عکس‌ها زیاده چون برف و بارون و یه جای خیلی قشنگیه همه مثلا خیلی اونو دیدن تو چشمه مثل قلعه رودخانه مثل ماسوله مثلا هر بلاگیری آن ماساز داره 25 کیلومتر رضوانشهر 40 کیلومتر منم دارم 70 تا میرم سرعت زیاد ندارم اینجا فکر کنم 95 تا مثلا از خود گیلانی هم بپرسید مثلا جای دیدنی که اولین جایی که اشاره میکنن ماسولو چیزه قلعه رودخانه چیزی که تو ذهنشون میاد چون زیاد به مخاطب نشون داده شده ما سال هم همینجوریه بعد یک شنبه بازارش واقعا جذابه خیلی کاسبا پر انرژی جمعه استراحت کردن البته اینو باید تشکر کنیم از پیج ماسال سیتی من که ایشونو نمیشناسم تا الان باهاشون صحبت هم نکردم ولی میریم مخاطب از کاسبا داری فیلم میگیری از فروشنده میگه ماسال سیتی میخوای بذاری ماسال سیتی میخوای بذاری یعنی معلومه که ادمینشون اینا خوب کار کرده از شهرها میری اون فروشنده جبه میگیره مثلا ببینیم ما چیکار کنیم ما مسخره کنه یا مثلا میگم شاید کارش خجالت بکشه والا ما بابای ما کاسب بود از بچگی کاسبی میکرد یادم از دوم ابتدایی میرفتیم بازار تابستونا یخ در بهشت رو اینا میفروختیم دست باباشه یا عیدا به بابا کمک میکرد من دانشجو بودم حتی من دانشجو بودم دیگه بابا دیگه بازار نمیرفت سنش بالا رفته بود سخت براش هفته پیش بلاگ گذاشتیم رفتیم به گوراب زرمیخ و اینا از این دست راست پایین پار رفتیم چپ میره گوراب زرمیخ راست میره تسما چیزی که من یادمه راستی از این دوربین دوم ما رو میبینی این شیشه خورد کثیفه یه ببخشه دیگه من کلا آدم ماشین بازی نیستم ماشین رو مجبور نشم نمیشه من جایی که همش مجبورم تمیزش کنم همین شیشه است چون باش بلاک میگیرم دو داخل تمیز روز کار باشه بارانا گیلی هر روز میزنه شیشه همه رو کسته شما ببخشید داشتی میگفتیم این ماسال این لبنیاتش معروفه و روستاهای قشنگ زیاد داره مثل مرکی و کاسکو نه فقط چیزش نیست بام ماسال این دو تا نکته می‌خواستم بگم ما دیروز رفتیم خواستیم بریم سلانسر فیلم بگیریم من تا الان نرفته بودم و خواستم بگم اگه سلانسر می‌خوایم بریم با سواری نرید چون ما وسط راه برگشتیم خیلی جادهش خاکیه سربالاییه و ماشین فشار میاد خیلی هم شلوغ بود ما ترسیم تو ترافیک سربالایی بمونیم ماشین کم بیاره دیگه سرتر کردیم حالا ما اینو نگم راه برگشت ما از رودبار از سرابان انداختیم که بیایم میدون انتظام میدون رازی موزه میراث روستایی رو یکم رد کردیم یه گاوی اونور جاده بود من از دور دیدمش دست چپ جاده اون گوشه بود داریم محاسبات من کلا 80-90 بیشتر نمیرم داریم محاسبات من که بعید گاو اینقدر سریع بتونه برسه به من سرعتگیر رو که رد کردم گاز رو فشار دادم نگو یه راننده جا بوق میزنه گاوه هول میکنه با یه شتاب وحشتناک میپره میاد وسط حالا باز خوبه مثلا سرعت نداشتم من 80-90 تا میشه کنترل کرد
گاوه اومد مثلا این لاین ما توی یه سوم لاین ما وایساد، یه ادامه نداد. حالا احتمال زیاد میزدیم بهش با همون سرعت نهایت 40-50 تا. خواستم بگم که ما رعایت هم میکنیم، احتمال هست. الان جاده میریم میبینیم، جاده محلیه به حال اصلی نیست، ما اصلی بود تازه. حالا او گاو اومد، گاو شوخی نداره. مثلا با 70-80 تا 90 تا ما توصیه میکنیم رانندگی کنین که به گاو نزنین، امکان نداره، ممکنه بزنید، این حداقل زنده میمونید. خواستم بگم که همه بلاگامون اگه دیدیم ما توصیه میکنیم بازم پیش میاد، ما خودمون توصیه میکنیم، خودمون رعایت میکنیم، باز یه چیزی این وسط پیش میاد که قابل پیش بینی نیست. پس یکم آهسته تر برین، حداقل خدا نکرده زدیم بهش خودتون زنده بمونید. همین. این نکته دیگه ای میخواستم بگم، اونم بیادم. جاده مستقیم میره با آستارا، اینا آستارا، اردبیل، گردنه حیران. یه ولاگ رانندگی ازش گذاشتم، رانندگی از رشت و آستارا، دوست داشتین نگاه کنید. این جاده یه خورده گشاد شده، عریضش کردم، اینجا عباتره، معنیشو نمیدونم. جاده یه خورده عریض شده و بعد جا تنگ شه، ولی چون وسطش میبینیم بازه، اینجا تصادف شاخ به شاخ اینجا خیلی زیاده. خلاصه اینجا هم احتیاط نمیگم مسافرها خوبی هم رعایت نمیکنن، هیچ اینجا رعایت نمیکنه، هیچ شخص خاصی، هیچ بلاک خاصی، هیچ جنسیت خاصی من مد نظرم نیست، همه رعایت نمیکنن. حالا یه سری کامنت میذارن که خود اینجوری میگی، خود اینجوری میکنه. ما که نگفتیم پیغمبرزاده ایم، به هر حال 2-3 تا دست ما در میره. ولی اینکه این در رفتن ما واسه کسی مشکل ایجاد نکنه اون مهمه. حالا یارو واسه سبقت بگیره، سبقت غیر مجاز بگیره، کاری به کار نداره، به کسی نزنه یا خودش میمیره، حالا بگیم جهنمی، کس دیگر نکشه. که کاش مردم تاوان حماقت‌های خودشونو میدادن، نه حماقت دیگران. اینم حکایت همینه. اینجام کلید بره. ماسالی که تابلو زده بود، من خودم ماسال شد 4-5 بار رفتم. دروغ چرا، یه راقش هم یه بار رفتم، یه بار یه دو بار که زینمه. به هر حال جاده‌ای که مطمئن نیستم اونو سعی میکنم با احتیاط برم. تابل زده تایرپورا و ماسال، مستقیم هم که میره تالش و رانمون رو بذاریم. ما یه هم دانشگاهی داشتیم، هم کلاس ما نبود، پرستار بعد این آدم مظلوم و محترم. یکی دیگه هم داشتیم، تو نمیدونم کجایی بود، میگم من ماسالی هم، ولی صحبت میکرد زیاد به ماسال نمیخورد. حالا نه من ماسالی بلد باشم، ولی مثلا با 2-3 نفر دیگه برخورد کرده بودم، زیاد صداش به اونا نمیخورد. خیلی آدم مظلوم و بچه گلی، اسمش هم مصطفی بود. میام ماسال ذهنیت هم ایشون میاد تو ذهنم. از اینجا دیگه جاده محلی تقریبا شروع میشه، تو جاده اصلی نیست. تو اون یه بارم ولاگ گرفتم از سوم سراب ماسال، خواستین میتونی نگاه کنی، ولی اینجوری توضیح نبود توش. تو من گفتم من زیاد بلدم نیستم این برا رو، تابلوخوانی میکنم یا توصیه بهتون میکنم. اون فقط آهنگ بود. از یه جایی به بعد دیدیم دوستان خوششون میاد من خاطره تعریف میکنم، داستان میگم، خودم صحبت میکنم، چون حوصله‌شون سر نره بیشتر نگاه میکنم. یکی میاد کامنت میذاره آقا رشتی صحبت، من میگم رشتی بلد نیستم صحبت
رشتی صحبت کنم نمیفهمم چی میگه. من خودم شرق گیلانی هم یا هم شهر سواری هم رشتی شاید 70% بفهمم. اصطلاح زیاد دارن با شرق گیلان فرق میکنه. یه رشتی صحبت کنم که میفهمم. معمولا تو این جاده‌های محلی اصلی اینا مدرسه هم هست. همیشه ما هر جاده‌ای رفتیم بلاد ما می‌بینید یه سرعتگیر و یه مدرسه هست. البته ما سوم مدرسه تعطیل نشد. امتحانات برای این مدرسه است معلومه. شبیه مدرسه بود. کارخونه چای هم می‌خورد. خلاصه اینکه احتیاط کن. ورود کامیون ممنوع. اینجا جمعه خیلی شلوغه، مخصوصا تعطیلات. یعنی امسال عید بود، اون بعد اون بود. یه چه فکر کنم تایر گرابه. حواسم تابلو نبود. و گرابی نمیشه. اینجا خیلی باحال، من خوشم میاد. هر موقع خواستیم بریم ایلا، همون دو بار منظورم، خیلی هر بار منظورم خیلی نبود. اینجا خرید می‌کردیم این حس خب الان باز نشده. اشتانی باز خوب باز کردن. رشتی‌ها همین موقع هم نمیاد. یه خورده میگم رشتی ها چیزا میگم رشتی ها، چون رشتی ها اومد مثل شب زیاد میمونن. قانون دادون ممنون. اینو چیکار چجوری اومدن اینجا؟ خدا رو همین بکن. بعد چون اونور دیر میمونن صبح هم دیر میان. منظورتون تا 11 شب 10 شب 11 که نه. ماسال لبنیات قشنگی داره. کم تو با ولاگ بازارم دیدی کره و پنیر و اینا میگی مال ماساله، با یه عشق هم میگه. مثلا بهش میگه مال اینجاست، میگه نه مال ماساله. 56 هی میخوره ماسال باشه. الان تو این فصل ما میگیم این تیلر نمیدونم تو این فصل از اونم زیاد هم چراغی دوزن پلاک میداره. جاده محلی اینا هم هست. فصل کم چی میشه تراکتور جمع میشه. ابتدای حوزه راهداری ماسال. اون بازار شاندرمن هم گذاشتم. شاندرمن جزء شهرستان ماسال. حالا ما توضیح بدیم. اینجا تایرگراب بود. اداره نمیدونم برق بود، آب بود، مثلا نبود. اینجا تایرگراب. شهرستان بعد استان میشه شهرستان تقسیم بندی. گیلان فکر کنم 11 یا 13 تا 11 یا 13 تا شهرستان داره. مثال میگم شهرستان رودبار، شهر از اون ور شهر لوشان با روستاهای اطرافش میشه بخش لوشان. پس شهر لوشان با روستاهای اطرافش میشه بخش لوشان، یه بخشداری داره. منجیل، شهر منجیل با روستاهای اطرافش میشه بخش منجیل، بخشداری داره. شهر رودبار با روستاهای اطرافش میشه بخش رودبار شهرستان رودبار. این بر رستم آباد و توتکابون هم همینجوریه. چند تا بخش با هم میشه یه شهرستان. یعنی بخش لوشان، بخش منجیل، بخش رودبار و رستم آباد، این 4 تا مجموعه میشه شهرستان رودبار. میگی جاهای دیدنی شهرستان، جاهای دیدنی شهر زیاد با هم تفکیک نداره، چیز نداره، تداخل نداره. مثلا میگم که آقا جای دیدنی
شهر رشت، خود شهر رشت زیاد جای دیدنی نداره، زیاد نداره. منظورم هست مثال میگم، مثلا موزه میراث روستایی جز شهرستان رشته، تو بخش سنگره. شما نمیتونی بگی، میتونی بگی جای دیدنی، ولی خب لفظیه دیگه. ترمزش کار نمیکنه. واسه میگیم جاهای دیدنی شهرستان، مثال میگم الان شهرستان رشت حتی دریا هم داره، تو ساحل زیبا کنار و اینا، بخش دشت نشامشهر اونجا ساحل هم داره. خود شهر رشت خود ساحل نداره، شهر رشت هم محدوده رشت، شهر رشت. امیدوارم که درک کرده باشین و قاطی نکرده باشین، چون خودم قاطیه. بله قشنگ بود. داشتم راجع به تعطیلات میگفتم. این تعطیلات میای این همین تایرگروب اینا از اینجا مثلا مردم مشغول خریدن، شلوغه. خود جاده عید بود، نمیدونم بعد از عید بود چه تاریخی بود، اینقدر گذاشته بود که ادمینای ماسال می‌نویسن آقا تو رو خدا نیاین دیگه، جا نیست. خیلی اصلا این ماشینا تو هم می‌دویدن، واقعا شلوغ میشه. تو جاده اینو میبینین گربه، گربه لیشن معلوم گربه. الان من 70 تا دارم میرم اونجا، ویدیو دیدین نه یا این 100 تا دارم میرم. من اینجا خودم 70 تا فیلم دارم میگیرم، 70 تا میرم، دارم میرم 80 تا میرم. خیلی دیگه بخوام برم 90 تا، خیلی بخوام. تعریف کنم از جاده لذت نبرید. من ولاگ گراب زرمی داشتم می اومدم نزدیکای فومن بودم، اما زدم رو ترمز، دیدم ترمز ندارم. مثلا ما همین 80 تا میرم دیدم ترمز خوب نمیگیره، یکم میگرفت. هیچی با دنده معکوس کشیدم کنار، ماشین خاموش روشن کردم، دیدم ترمز دوباره یکم بهتر شد، دو پداله شده. چی بردیم مکانیکی، گفت با بریم بوستر ساز. بردیم بوستر سازی، گفت ای بی اس کلا باطل شد، تعطیل. حالا من نه سرعت میرم، ماشینم مال 98 معمولا هم ترمز سنگین نمی کنم، تو سرعت نمیرم، بیشتر با مکروس کم میکنم. گفت ای بی اس داده، چی نزدیک 9 میلیون ما پول ای بی اس داریم. باز بهتون بگم ماشین اعتباری نیست، یهو دیدی دیگه ما که رعایت میکنیم ماشین ده ترمز یهو نداشت. تو فکر کنم مثلا بری یه ایراقی سرعت داری میری و اینم شهر زیبای ماسال. این ماسالی زبان تقریبا خاصیه، نمیشه یادش گرفت. من فکر کردم بال صحبت میکنم. جاده‌های گیلان هم که خدا رو شکر همه داغ. بلاگ رانندگی تو ماسال هم گذاشتیم. الان ما برسیم یه ماسال هم یه فری میخوریم تو هم داخل شهر، مال بچه ها شرقی میخوریم.
بچهای غرب گیلان کامنت میذارن تو رو خدا اینورم بیاین اونورم چالوس میذارم. به خدا من یه نفرم وقتم نمیکنم. باز چشم وظیفه‌مه برم، نه که منت بذارم، وظیفه‌مه. بتونم وقتی به خدا میرم. چون دیگه دوستان هستن از رشت و چند تا هستن فقط از همون رشت میذارن یا مثلا بازار فقط میذارن. چه کاری یه تیم رو ما دارم تک نفره انجام. اینجا اول ورودی چیزه ماسال از بولوارش معلوم. تاکسی ها خیابون رو خریدن، خوش میری چپ راست تو بولوار چسبون راه هم نمیره. منم 50 تا دارم میرم، 50 تا دارم میرم رو گرفته، یعنی داره 40 تا میره. سر سرعت گیرم کامل وای میسته، الان میری جلوی شاکی همیشه. فکر کنم میدون بسیج بود، اشتباه نکنیم دست راست میرم شاندرمن. اسم نداشت. شهر باحال قشنگیه، من خوشم. از ایراواد مرکز شهر پارک ساحلی شاندرمن این برم راه داره. من بلا گرفتنم از اون جاده. ما راستی من امروز بازار رو میگیریم بریم ییلا. میخوام تا جاده رضوان شهرم برم، خونه لو رضوان شهر. خواستین اونم نگاه کنم یه باتری های رو یاری کنن ما براتون بلدم. الان ساعت 8:35 هست. ما 8 دقیقه فکر کنم از راه افتادیم از صبح سرم. 20 دقیقه یادم اومد. داخل شهر زیاد ربطی هم به موضوع نداره. من دیشب داشتم این خودم زیاد این قوانین راهنمایی رو از وقتا میشینم نگاه میکنم راجع به تصادف منجر به قتل غیر عمد. میگم ربطی به داستان نداره، اون گفتم یادم میاد براتون جالبه. گفت اگه مقصر غیر عمد کشتن تصادف، اگر ثابت بشه که مثلا میگم شما ورود ممنوعی یا مثلا سرعت غیر مجازی، بر مستقیم میری ییلا دست راست میری داخل شهر. ما میریم داخل شهر، تقریبا ولاگ هم اینجا تمام میکنیم. دیگه داخل شهر هم برای دوستان بگیریم دلشون باشه. اینجا میدون اصلی ماسال. میتونه قاضی 6 ماه تا 3 سال براش حکم زندانی بزنه. یعنی اونجوری هم نیست بکشی قبام بکنی که باید رعایت کنی. می راهنما دادن می گاز یه دور
نور شمسی قمری هم براتون میزنیم به قول دوستان. شهرهای کوچیک البته شنبه بازاره یه خورده باز زود باز میکنن. معمولا شهرهای کوچیک کلا نمیجا اینجوری ها، کل استان معمولا دیر باز میکنن چون مشتری نیست داره رو 7-8 صبح بیاد. مشتری نیست به چیکار کنه؟ کله پزی هم به قول جین نیست. ما اینجا ولاگ رو تموم میکنیم، امیدوارم که لذت برده باشیم. ببخشید صحبت زیاد کردم، انشالله که استفاده کرده باشید. یه خاطره عروسی یادم اومد بابام تعریف کرد که وقت نشد بگم براتون، ولاگ بعدی رانندگی براتون میگم. من تو جاده ییلاقی یادم باشه میگم، خیلی خنده دار بود. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. ولاگ این شنبه بازار رو حتما ببینید. شنبه بازارش با لینکشو براتون اگه یادم باشه اینجا میذارم، اگه نه پلیلیست میدون امام خمینی است، تو پلیلیست شهر ماسال میتونید ببینیدش. اومدیم گم کردم اومدیم. دارم که لذت برده باشین، روزتون بخیر باشه. پارک کردم. همون سر 4 وایسادی ها.